سلام، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از چنل مهراس اینسین. امیدوارم که هر جا هستید خوب باشه. طبق قولی که بهتون داده بودم به مناسبت 100 تا شدن چنلمون قراره که بین کامنت های این ویدیو 3 تا اکانت لژندار قرعه کشی کنیم و برای اولین بار توی ویدیو هم قراره که از این با فیس کم هم بذارم و حتما نظرتون راجع به فیس کم هم بگید که هر ایرادی داره رو توی کامنت رو بگید تا من توی ویدیوهای بعدی این ایرادات رو برطرف کنم. پس خوشحالم کنید که قبل شروع این ویدیو رو لایک کنید، چنل منو ساب کنید، یه کامنت بذارید که قیمت خیلی بزرگی در حق منه و زنگوله بغل سابسکرایب روشن کنید که هر وقت ویدیو میذارم اولین نفر خودتون مطلع بشید و بیاد ببینید. پس بدون معطل بریم سراغ ویدیو. خب طبق همون جوری که میدونید من این ویدیو رو چند روز پیش بدون فیس کم آپلود کردم و به دلیل امنیتی یوتیوب پاکش کرد و دلیلش هم نمیدونم و تو اون ویدیو اکثرتون کامنت نگوشته ولی فکر کنم بوده بعد 12 ساعت اینا این ویدیو پاک شد به دلیل امنیتی که یوتیوب فکر کنم مثلا این موضوع رو اشتباهی فهمید و فکر کرد من میخوام سر شما کلاه بذارم و اینجور چیزا و نمیدونستی که موضوع قرعه کشیه، ولی به هر حال الان ویدیو رو تونستم با بهترین کیفیت و با تغییراتی کمی این ویدیو رو آپلود کنم و اینو بگم که اکانت هم مثلا اکانت های خوبی هن، همشون هم لژند دارن. حالا درست لولشون پایینه ولی در حد توان خودم جایی که تونستم خوشتم مخاطبم خوشحال کنم و کسی که منو حمایت میکنه تا اینجا با من بوده و چنل ما به 100 تا رسونده لااقل یه خاطره خوبی داشته باشه و بتونه یک اکانت خوبی بگیر و حالش بره و امیدوارم که هر کسی که واقعا به اون اکانت نیاز داره و میخوادش به دست بیاره و اینا میگم که هیچ محدودیتی وجود نداره. شما هر چقدر بخواید کامنت بذارید، چنل رو ساب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، هر کامنتی که میذارید حالا با اکانت خود یا با اکانت های مختلف فرق نمیکنه، یه شانسی دریافت میکنید برای اینکه جوایز رو بهتر دریافت کنید. این از اکانت اول گذاشتم توی ویدیو میتونید ببینید. M13 لژند داره با این کاتانا استعدادار خوشگله، نایف کارامبیت بیچ واردن داره با اسکیس گست اسرائیل و M13 میتیک. همونطور که میگفتم محدودیت وجود نداره. این کامنت ها هم توی یه ویدیو شورت حالا یا ویدیو لانگ بستگی داره. هفته بعد همین موقع جواب قرعه کشی رو میذارم که چه کسایی برنده شدن و رمز و ایمیل رو براشون توی تلگرام براشون ارسال میکنم. و اینو بگم کمی اکانت هم تکسی ریجن هند و سالمم و کامل میتونید شما روی این اکانت خرج کنید و استفادهش کنید. و این اکانت دوم که ایکساین لژند داره و فکر کنم لول 6 و این اکانت هم این اکانت دوم اکانت سوم بهتون نشون میدم و امیدوارم که واقعا هر کدومتون که دوست دارید بهش برسید. هر چقدر هم که دوست دارید کامنت بذارید برام فرق نداره، من توی قرعه کشی حساب میکنم چون یوتیوب یه الگوریتم داره که مثلا من شاید کلا 5-6 تا این ویدیوم لایک بگیره 100 تا هم باز دید، ولی مثلا مینی 60 تا کامنت داره که مثلا یکم به چنل آسیب میرسونه که مثلا تشخیص میده اینا شاید بات باشه یا خودت باشه که اومدی چند تا کامنت گذاشتی، ولی مشکل نداره. شما هر چقدر میخواید کامنت بذارید که شانس دریافت این اکانت ها براتون بیشتر باشه. و اینم میگم که هدفم از این که اینطور اکانت ها یا مثلا جوایزی میذارم برای قرعه کشی اینه که مخاطبم رو شاد کنم و بتونم از این که به من احترام میذاره میاد ویدیوهای من رو نگاه میکنه، از من حمایت میکنه، یه تشکری از اون کرده باشم و اینم در حد خودم بود چون مثلا من چنل مونتاژ نشد و تا الان $0 از این چنل پول نگرفتم و اینا هم همونطور با روشی که خودتون میدونید رایگان گرفتم. ولی اگه روش رو نمیدونید حتما توی کامنت ها بگید که روش دریافتش رو براتون میذارم که چطوری به دست بیاره. فکر کنم 2-3 روز دیگه ایونت که توکن رایگان میده، ولی اگه شما بگید حتما همین فردا میذارم چون چیز خاصی نیست و راحت میتونید دریافت کنید. خب این بود از کل این ویدیو. امیدوارم که هر کدومتون که میخواید و هر کدومتون که واقعا نیاز دارید بتونید این گان لژندا اکانت ها رو دریافت کنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که هر جا خوب باشه.
خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، چنل منو ساب کنید، یه کامنت بذارید که قیمت خیلی خیلی بزرگی در حق منه و زنگوله بغل سابسکرایب روشن کنید که هر وقت اینطور گره کشی و ویدیوهای خوبی میذارم و به نفر مطلع بشید و بیاید ببینید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.